جریانایی که داره برای جهان داره شکل میگیره همش تو لحظه حال داره اتفاق میفته و این لحظه حال رو داریم ما ازش عبور میکنیم و شما نمیتونی وقتی از لحظه حال عبور میکنی هر اتفاقی میفته بیای بهش توجه کنی. یعنی شما هر اتفاقی میفته تو لحظه است، وقتی اون اتفاق ناخوشایندم که میفته تو لحظه داره میفته، یعنی تموم میشه میره، نباید دیگه بعدش که ازش عبور کردی بهش توجه کنی، چون وقتی بهش توجه میکنی داره انرژیت خورده میشه. ذهن کارایش اینه، ذهن فقط کانکشن داره به این فیزیک، چون این فیزیک شما یک جهانی رو شکل داده که میتونی همه چی رو درک کنی چون از اول بوده. این یعنی منظورم این فیزیک میتونه تکامل تمام موجودات هستی باشه که روش حضور داری. پس اول باید به ذهن آگاه باشی، یعنی تا موقعی که به افکارهات آگاه نباشی یعنی هنوز شما خوابی. یعنی باید تمام افکارهات رو بشناسی که یه ضمیری رو شکل دادم به نام ضمیر ناخودآگاه که ناخواسته اون ضمیر ناخودآگاه میاد برای ترس رو ایجاد میکنه یا فکر رو ایجاد میکنه. به وسیله اون ترس فکر ایجاد میکنه، شما دیگه هیچ ماهیتی نداری، یعنی وجودیتی نداری، چون اون لحظه حال رو از دست دادی. وقتی لحظه حال رو از دست میدی شما نمیتونی به اون نوری که میخوای دسترسی پیدا کنی، چون به اندازه حضوری که داری جریانایی که داره برای جهان داره شکل میگیره همش تو لحظه حال داره اتفاق میفته و این لحظه حال رو داریم ما ازش عبور میکنیم و شما نمیتونی وقتی از لحظه حال عبور میکنی هر اتفاقی میفته بیای بهش توجه کنی. یعنی شما هر اتفاقی میفته تو لحظه است، وقتی اون اتفاق ناخوشایندم که میفته تو لحظه داره میفته، یعنی تموم